خب شما در کجا می خواهید زندگی کنید؟ آیا شما به جستجوی یک یونیت یا یک خانه هستید؟ پیدا کردن یک جای برای کرایه وقت را در بر می گیرد. اول مطمئن باشید که بودجه خود را بررسی کنید تا شما بدانید که قادر به چقدر پول برای پرداخت کرایه هستید. مبلغ کرایه بستگی به بسیاری از چیزها دارد. به طور مثال، آیا یک خانه یا یک باغ؟ یک یونیت در بلوک از یونیت ها؟ چند اتاق خواب را دارا است؟ چقدر نزدیک به اتوبوس ها و قطارها است؟ با سنترلینک درباره این که آیا شما واجد شرایط پرداخت کمک در اسه کرایه خانه هستید چک کنید. شروع به جستجوی در لیست های کرایه در روزنامه، بر روی اینترنت و یا لوحه خدمات اجتماعی نمایید. همچنین با دفتر معاملات خانه چک کنید. بسیاری از صاحبان خانه از این دفتر معاملات خانه برای مواظبت از خانه‌های خود استفاده می نمایند. هنگامی که شما یک خانه پیدا کردید که می توانید کرایه آن را بپردازید، با دفتر معاملات خانه در تماس شوید تا بتوانید از آن خانه دیدن نمایید. هنگامی که شما یک جای مناسب را پیدا کردین، دفتر معاملات خانه فرمه درخواستی کرایه خانه را تقاضا نمایید یا رنتل اپلیکیشن فرم و دوباره بعد از تکمیل آن را به ایشان تسلیم نمایید. تقدیم نمودن یک فرمه بدین معنا نیست که شما حتما خانه را به دست می آورید. بعضی اوقات خوب است که به چند خانه درخواستی خویش را تقدیم نمایید. اگر شما یک خانه را خوش نمودید، کوشش ننمایید که پول زیاد بپردازید. پرداختن پول بیشتر اضافه تر از بودجه شما را دچار به مشکلات زیاد مالی بعد از انتقال در آن خانه می نماید. یک معرفی خط از طرف صاحب خانه قبلی و یا دوستان بسیار مفید است. ممکن است دفتر معاملات خانه برای حمایت از هویت شما اسناد ذیل را تقاضا نماید: سند رانندگی، سند پرداخت پولی از کار، اظهارات بانک و سنترلینک، بلهای گاز، برق و تلفن، کارت‌های کلیدی و کارت‌های اعتباری. دفتر معاملات خانه بهترین درخواستی را قبول و به مالک خانه توصیه و تقدیم می نماید. مالک خانه کرایه‌نشین را بر اساس درخواستی و اسناد و مدارکشان انتخاب می نماید. دفتر معاملات خانه برای مالک خانه کار می کند که کرایه‌نشین خوب را پیدا کند، پرداخت کرایه را جمع‌آوری نماید، ترتیب و وقت را برای لوحه‌کش ها یا برقی ها جهت ترمیم هر آنچه که از کار متوقف شده باشد درست می کند. پرداخت کرایه را به وقت آن و مواظبت از خانه و اموال آن چیزهای مهمی برای یک دفتر معاملات خانه است که می خواهد راجع به کرایه‌نشین بداند. به یاد داشته باشید شما ممکن است بسیاری از خانه ها را در آینده کرایه بگیرید. اگر شما مواظبت خوب از خانه نمایید و کرایه آن را به وقت آن بپردازید، وقتی که بخواهید خانه را ترک کنید، دفتر معاملات خانه می تواند برای شما یک معرفی خط خوبی بدهد. اگر شما برای اولین بار یک خانه را کرایه می گیرید، شما می توانید توقع کمک از سازمان‌های اجتماعی مانند مراکز کمک به مهاجرین و یا مایگرنت ریسورس سنتر را داشته باشید. برای معلومات بیشتر در مورد حقوق و مسئولیت‌های کرایه‌نشینان از وبسایت نیو ساوت ولز فیر تریدینگ www.fairtrading.newsouthwales.gov.au دیدن نمایید و یا به شماره 1332 20 در تماس شوید 13 32 20
اگر شما نیز به کمک در اسه زبانی که با آن صحبت می نمایید دارید، با شماره 13 14 50 در تماس شوید.